کاربردهای بیزنس آنالیتیکس و یا تجزیه و تحلیل تجاری. مشخصه های کسب و کار مورد نظر خود را به ما بگویید و ما به شما نشان خواهیم داد که بیزنس آنالیتیکس می تواند برای شما چه کاربردهایی داشته باشد. بله، آنالیتیکس در سراسر فضای کسب و کار شما جاری خواهد بود. در اینجا چند کاربرد بیزنس آنالیتیکس را برای شما ارائه می دهیم. باند مارکتینگ و یا بازاریابی اوراق قرضه. بازار اوراق قرضه که اغلب بازار بدهی، بازار با درآمد ثابت یا بازار اعتبار نامیده می شود، نامی است که به همه معاملات و انتشار اوراق بهادار داده می شود. دولت‌ها معمولاً این اوراق را صادر می کنند تا سرمایه خود را برای پرداخت بدهی‌ها یا بهبود زیرساخت‌ها تأمین کنند. بیزنس آنالیتیکس می تواند در این حوزه زمان و اوراق مناسب را با تجزیه و تحلیل به شما معرفی کند. استاک مارکتینگ و یا بازاریابی سهام. اصطلاح بازار سهام به چندین بورس اطلاق می شود که در آن سهام شرکت‌های سهامی عام خرید و فروش می شود. چنین فعالیت‌های مالی از طریق مبادلات رسمی و از طریق بازارهای خارج از بورس یا همان OTC Over the Counter انجام می شود که تحت مجموعه‌ای از مقررات تعریف شده عمل می کنند. بیزنس آنالیتیکس موانع شما برای ورود به این مارکت را برطرف می کند. فاینانشل مارکتینگ و یا بازاریابی مالی. بازارهای مالی شامل هر مکان یا سیستمی است که به خریداران و فروشندگان ابزارهایی برای تجارت ابزارهای مالی از جمله اوراق قرضه، سهام، ارزهای بین المللی مختلف و مشتقات آنها را ارائه می‌دهد. بازارهای مالی تعامل بین کسانی که به سرمایه نیاز دارند با کسانی که سرمایه برای سرمایه گذاری دارند را تسهیل می کند. امروزه ورود و مدیریت این مارکت صرفاً بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل های تجاری و یا همان بیزنس آنالیتیکس انجام می شود. Customer Relations Management و یا مدیریت ارتباط با مشتری. مدیریت ارتباط با مشتری و یا همان CRM ترکیبی از شیوه ها، استراتژی ها و فناوری هایی است که شرکت ها برای مدیریت و تجزیه و تحلیل تعاملات و داده های مشتری در طول چرخه عمر مشتری استفاده می کنند. هدف بهبود روابط خدمات مشتری و کمک به حفظ مشتری و رشد فروش است. سیستم های CRM داده های مشتری را در کانال ها یا نقاط تماس مختلف بین مشتری و شرکت جمع آوری می کنند که می تواند شامل وبسایت شرکت، تلفن، چت زنده، پست مستقیم، مواد بازاریابی و شبکه‌های اجتماعی باشد. سیستم‌های CRM همچنین می‌توانند اطلاعات دقیقی در مورد اطلاعات شخصی مشتریان، تاریخچه خرید، ترجیحات خرید و نگرانی‌های مشتریان را به شما ارائه دهند. بیزنس آنالیتیکس
تمامی ابزار لازم برای راه اندازی و تجزیه و تحلیل این سیستم را در اختیار شما قرار می‌دهد. Agricultural Growth و یا رشد برداشت. رشد برداشت باعث جهش رشد اقتصادی در بخش‌های غیر کشاورزی می‌شود که به نوبه خود منجر به افزایش اشتغال و کاهش فقر می‌گردد. به طور کلی، بیزنس آنالیتیکس در مفاهیم و جزئیات گسترده خود مبارزه با فقر در جامعه، اشتغال زایی و مواردی همچون حفظ محیط زیست را در خود جای داده است. اگر این موارد برای شما جالب بوده است، اجازه دهید یک راز دیگر را به شما بگوییم. اکنون می توانید یک مدرک رسمی در کاربرد تجزیه و تحلیل تجاری و یا همان بیزنس آنالیتیکس را کسب کنید و از آن برای شروع کسب و کار حرفه‌ای خود استفاده کنید. فقط کافی است همین امروز به خانواده بزرگ وایز الاینس بپیوندید و در کنار ما در مسیر یادگیری و استفاده از بیزنس آنالیتیکس قدم بردارید. تحقق موفقیت با وایز الاینس.